سلام دوستان، خوش اومدین به کانال خودتون هاسور. امروز با یه خونه کاملا برند نیو 2 طبقه 5 اتاق خوابه و 5 تا سرویس بهداشتی کاملا مجزا اومدم خدمتتون. مساحت زمین 578 متر هست، در منطقه بسیار زیبای بریک واقع شده و مشخصات ایجنت رو طبق معمول توی دیسکریپشن میذارم. اگر خواستید تماس بگیرید، بریم که با هم خونه رو ببینیم. از درب ورودی شروع میکنیم که همونجور که میبینید تلفیقی از شیشه و چوب به سبک قدیم کلاسیک خیلی زیبا، و وقتی وارد ساختمون میشید با این راهروی بسیار جذاب با عرض 3 متر روبرو میشیم و در سمت چپ اتاق مهمان رو داریم که در واقع 3 تا پنجره به سمت خیابون داره که یک نمای جذاب رو به اتاق مهمان میده. اتاق خواب مهمان رو در واقع دارید میبینید در طبقه پایین که حمام و دستشویی جدا داره کاملا و تا سقف تایل کار شده. سایز اتاق فکر میکنم 4 در 4 متر باشه و یه وردروب جذابم توش کار شده. انتهای راه رو و لاندری، در واقع لاندریش رو داریم میبینیم با کابینت بسیار جذابی که کار شده، رنگ چوب و سنگ بنچ که با ضخامت 10 سانتی متر کار شده. یه توالت هم اینجا داره که باز تا سقف 2 مدل تایل کار کرده. نمای روبروی لاندری رو دارید میبینید در ارتفاع راهرو در واقع که یک بار با متریال چوب و نورپردازی کار شده. لیوینگ روم طبقه پایین، داینینگ روم و آشپزخونه رو دارید میبینید که رنگبندی بسیار جذابی داره. ضخامت سنگ در واقع بنچ رو ببینید چقدر زیاده دوستان. 2 تا فر الکتریکی هم توی کابینت ها کار کردن، جدای از اون اجاق گازی که توی آشپزخونه کار شده، و این هم پنتری که باز تعداد خیلی زیادی کابینت کار کردن و یک اجاق گاز 5 شعله هم در واقع توی پنتری کار شده. این هم یک نمای کلی از آشپزخونه و اتاق ناهارخوری یا داینینگ روم.
بریم که طبقه بالا رو ببینیم. پله ها رو کاملا چوب کار شده، ولی خب توی دو رنگ کار کردن، یه پنجره تمام قد و یک لوستر زیبا که توی پله های ورودی به سمت بالا کار شده. و این لامپ های توی پله ها رو هم میبینید که برای تاریکی شب خیلی جذابه، در واقع نورپردازی خیلی جذابی میده و روشنایی ایجاد میکنه. این هم لیوینگ روم طبقه بالا، در واقع اتاق نشیمن طبقه بالا، و اون در واقع دیوار تلویزیون. و در سمت راست این لیوینگ روم باز تعداد کابینت با یه سینک مجزا کار شده. بریم که اتاق خواب‌های طبقه بالا رو با هم ببینیم. اتاق خواب‌ها فکر می‌کنم همه هم سایز باشه طبقه بالا، البته به جز مستر بدروم اصلی که حالا اون رو هم در انتها با هم خواهیم دید. کمدها رو اسلاید دور با آینه کار کردن برای در واقع استفاده هرچی بیشتر از فضای اتاق. اتاق خواب سوم، یه وردراپ بزرگ و جذاب اینجا کار کردن و باز هم سرویس بهداشتی کاملا مجزا با 2 مدل تایل تا سقف. یه دونه توالت جدا هم باز اینجا گذاشتن که به صورت مشترک میشه استفاده کرد و در واقع یه دونه حمام مشترک هم باز در طبقه بالا کار شده. اتاق نشیمن طبقه بالا از یک نمای دیگه و بریم به سمت مستر بدروم، در واقع مستر بدروم اصلی. البته این سمت چپ هم یه دونه اتاق استادی در واقع کار کردن اینجا که به تعداد کافی کمد کار کردن و میشه میز گذاشت اونجا و از کامپیوتر رو برای درس خوندن این چیزا استفاده کرد.
اینجا هم باز یه دونه فضای جدا کار کردن تا تونستن کمد کار شده و برای لباس و کیف و کفش و اینجور چیزا استورج کردن کاملا مناسب است. اینم نمای در واقع اتاق خواب مستر بدروم اصلی در طبقه بالا با یه بالکنی بسیار جذاب به سمت خیابون روبرو. این هم سرویس بهداشتی در واقع طبقه بالا مجزا مخصوص مستر بدروم هست که از همه سرویس بهداشتی ساختمون بزرگتره و در واقع بزرگتر کار شده. خب تور این خونه رو با هم تموم کردیم. به زودی با یه خونه جذاب دیگه میام خدمتتون. دوستان لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید، حمایت بکنید تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.